خوبین؟ من علی کاکتوسم. اومدیم یه اولین ویدیوی چنلمو بگیریم. خب بچه‌ها، بعضی از بچه‌هایی که صحبت داشتن یه کانال داشتیم علی کاکتوس، اون پرید بعد 4-5 تا ویدیو دیگه، یه 3 تا شورت ویدیوم 1000 تا 1100 تا ویو پرید. مهم نیست، ادامه میدیم این چنل دیگه. همه میدونید علی کاکتوسم. بچه‌ها میخوام فعالیت اینجا رو بهتر کنیم، ادیت بهتر بشه، تایمنیل بهتر بشه و واقعا تلاش کنم. فعلا که با گوشیم با کپکات و دیگه با کپکاتم، فعلا با کپکات و اینشات ادیت میزنم و بعض وقتا با یه برنامه فقط برای تایمنیل سازی، اون کمتر، چون بعض وقتا مثلا یه چیزایی میخوام با اون ادیت میزنم، ولی دیگه اونو ول میکنم، بیشتر با اینشات و کپکات ادیت میزنم. اینشات هم ویدیو هم تایمنیل، کپکات یک کمی برای ادیت مثلا شورت ویدیو و اینا، برای چون فونتای فارسیش اصلا نداره، ولی اینشات هم میتونی اضافه کنی، فونت فارسی هم انگلیسی میتونی بنویسی. کپکات هم همین شکلیه ولی خب یکم سخته. آره اینطوریه. بعد دیگه یعنی بریم مثلا دیگه لولامون بره بالا، حتما با کامپیوتری که دارم ادیت میزنم براتون دیگه، پیوان و برنامه فتوشاپ و دیگه چه میدونم هوش مصنوعی و اینا ادیت میزنم و فکر کنم بهتر باشه این شکلی. خب بچه‌ها، میخوایم چیزمونم بهتر کنیم. بخش صفحه داشت تاریک میشد، زدم عکس، اصلا این ویدیو هیچ ادیتی نداره، فقط یه آدمک میاد، اون عکس کاکلیه ماینکرافتم که میاد و یه سلام میکنه میره و تمام ادیت. آخرش هم یه ویدیو دیگه که برای آخر ویدیوست. آره بچه، تمام، فقط همین ادیتش. خب بچه ها، فعالیتی که میخوایم توی این چنل بکنیم، اون چنل رو ول کنیم، چون اون چنل پرید واقعا. از چنلش روی اون اکانت گوگل پرید. فقط الان یه اکانت دیگه درست کردم که این شکلیه. اون اکانت قبلی بود که اون پرید. خب آره بچه ها، تموم کنیم بحثو و چی میخوایم ادامه بدیم. خب بچه ها، فقط بازی میخوایم بکنیم. بعضی وقتا کال آف دیوتی و اینا، بعضی وقتام شاید ریاکشن بریم، چه میدونم تراین طولف، و اگه اکانتمون رفت بالاتر، یعنی مثلا گفتم من تو اکانت قبلی مگه بچه ها دیده باشن اینو گفتم که چیز کنید، برنامه رو بذارید. یعنی اون مثلا برنامه چیزو من گفتم من مثلا صدکا نگفتم، گفتم من مثلا به رپ ریاکشن میدم. نه اینو دیگه نمیگم، چون دیگه مثلا داره یه عنوانی داشته باشه. آقا باز تاریک شد. ویدیو گیم، تمام. ویدیو گیم بعضی وقتا کال آف دیوتی اینو که کلا گیمه، فقط بعضی وقتا که کامپیوتر اومد تو داستان، حالا دیگه مثلا 100 تا ویو اینا میخوردن دیگه، داشت بازیت خوب میشد دیگه، با چیز ادیت میزنم، با کامپیوتر ادیت میزنم که گفتم دیگه خوب میشه، ترانه تو لف و اینا میگیریم. آره بچه، همین. دوستتون دارم، خیلی زیاد دوستتون دارم. لایک، ساب، فالو یادتون نره، حتما حمایتم کنید. ویدیو رو بچه نگاه کنید، یه چیزی هم هفته براتون بچینم، نگاه کنید. ما روزهای زوج براتون ویدیو میذاریم، نگاه کنید. زوجا میشه کیا؟ دوشنبه، چهارشنبه، جمعه رو نمیگیرم دیگه. آره دیگه جمعه رو نمیگیرم دیگه. شنبه، دوشنبه، شنبه دیگه. آره دیگه شنبه، دوشنبه، چهارشنبه با جمعه که دیگه جمعه رو نمیذارم دیگه، جمعه دیگه تعطیل. اوکی، فقط همین 3 تا روز دیگه، شنبه و دوشنبه و چهارشنبه، شنبه، دوشنبه، چهارشنبه، این 3 روز زوج رو براتون ویدیو میذارم. حتما جمعه تعطیل، روزای فردم تعطیل، فقط این 3 روز رو میذارم. شورت ویدیو شاید مثلا دیگه روزای فرد شروع کنیم که شورت ویدیوی ماینکرافتی یا
دیگه چیزای دیگه بذاریم. حتما ساب فالویتون نره، لایک کنید، کامنت بذارید، کامنت های انگلیسی بیشتر بذارید چون یوتیوب میدونید دیگه میپره، لایکتون هم میپره. چون تازه شروع کردم اینو دارم میگم، وگرنه برم بالاتر خیلی بدتر میشه این حالت. میدونید دیگه مثلا ویدیوهای دیگه نیما تکیدو همین چند روز پیش ویدیوشو من دیدم میگفت اینو. آره اینا دیگه نیما تکیدو کلا محمد افشار 3 تا فنگدار گفتم بگم جمعشونو. سلسلبا بنیامین اینجا فلیم حسین سلسلبا رو گفتم. آره دیگه بچه این یوتیوبرها رو دیگه یه ویدیو هم میذارم، حتما یوتیوبرها رو میگم که کدوم رو دوست دارم. آره بچه ها میگم اینا گفتن که مثلا لایک میپرم، از اونا فهمیدم چون تا حالا ندیدم. ولی من دوستم کسرا یه بار ویدیومو لایک کرد، کامنت گذاشت، هم کامنت فارسیش پرید هم انگلیسیش. یعنی نوشته بود علی شماره تولدم نوشته بود، تولدم بود اون موقع بود تو چنل قبلیم، گفتش لایک داری علی. میگم لایک داری، عشق داری علی. اونو به انگلیسی نوشت، روز تولد تمام کادو. اون فکر کنم اگه ایموجی تولد رو دیدین اونو گذاشته بود، تموم شد. اونو گذاشت، انگلیسیش هم حتی پرید. یعنی میگم زیاد بذارید اگه میخوام مثلا دو سه تا بذارید. حالا من زورتون نمیگم چون هنوز مشترکی نداره، ولی حتما ساب لایک فراموشتون نشه. مرسی، دوستتون دارم، خدافظ. امیدوارم ویدیوهامو ببینید. امروز که بچه‌ها دارم ویدیو رو آپلود میکنم، آپلود یعنی میذارم، اون موقعی که من دارم ویدیو رو میگیرم جمعه است. آره شنبه آپلودش میکنم براتون، یعنی روزی که آپلود میشه شنبه دیگه. بچه‌ها چون ما برقمون دیگه نمیره دیگه، بچه مشهد زندگی میکنم ولی خب محلم هم میخوام بدونه مجیدیه است. مجیدیه بچه‌ای که مشهدن میدونن، نزدیک قاسم آباده، اونجا زندگی میکنم. دیگه زنگ و ساختمونم که دیگه نمیتونم بگم، تو ویدیو مانکرافتی میگم تو شورت ها. آره دیگه بچه این شکلیه، یعنی دیگه برقای مشهد مجیدیه فکر نکنم بره دیگه، نمیره یعنی اینجا دیگه. یعنی تا فکر کنم یه 3 روز 4 روز پیش میرفت دیگه، الان نمیره. آره دیگه بچه ها صحبت رو زود تموم کنم. دوستتون دارم بچه ها. فقط یه چیز دیگه باز گفتم، چون بچه من دارم این چنل رو میزنم و امیدوارم دیگه 17-18 سالمون شه چنلمون به 1000 تا برسه. 1000 تا 100 کا. بچه دوستتون دارم واقعا از صمیم قلبم. امیدوارم مشترکای بیشتری داشته باشیم، ساب بیشتری داشته باشیم. دوستتون دارم. با لایکسا فراموشتون نشه. با گیم ماینکرافت و اینا شروع میکنیم و به کال آف اینا دیگه ختمش میدیم. دوستتون دارم. بای، گود بای.